ما نمی کنم منطقه مهمتر از ایران روی نقشه جغرافیای جهان وجود داشته باشد. ایران دارای نفت است و هم در 4 راه جهان واقع است. اگر روزگار ایران و شوروی با هم کنار آیند، کره زمین جای امنی برای غرب نخواهد بود. همچنین نباید وضعیتی پیش آید که ایران به گذشته دور خود بازگردد و یک قدرت نظامی شود. وای به وقتی که یک میلیتاریسم ایرانی زنده شود. بروید تاریخ این کشور را بخوانید تا متوجه حرفای من شوید. در نوامبر 1952 در نخستین مصاحبه عمومیش پس از انتخاب شدن به سمت رئیس جمهور آمریکا این سخنان را گفت: ما درباره ژنرال دوایت آیزنهاور سخن میگوییم، کسی که از یک ژنرال 5 ستاره در جنگ جهانی دوم به یک رئیس جمهور بعد از هری ترومن انتخاب شد. دوایت دی آیزنهاور با آوردن اعتبار خود به عنوان ژنرال فرماندهی نیروهای پیروز در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به ریاست جمهوری رسید. در جنگ کره آتش بس گرفت و در طول 2 دوره خود 1953 تا 1961 بی‌وقفه برای کاهش تنش‌های زنگ سرد تلاش کرد. او سیاست‌های معتدل جمهوری‌خواه مدرن را دنبال کرد و به هنگام ترک سمت خود در خاطراتش اینجور میگوید: امروز آمریکا قوی‌ترین، تاثیرگذارترین و سازنده ترین کشور جهان است. آیزنهاور در سال 1890 در تگزاس به دنیا آمد و در ابیلین کانزاس بزرگ شد. 3مین پسر از 7 پسر بود. او در ورزش در دبیرستان عالی بود و قرار ملاقاتی برای وست پوینت دریافت کرد که او به عنوان صدفان دوم در تگزاس مستقر بود. با مامی ژن و دود آشنا شد که در سال 1916 با هم ازدواج کردند. در اوایل دوران حرفه‌ای خود در ارتش او در ماموریت حسادی عالی بود و زیر نظر ژنرال‌های جهان جی پرشینگ، داگلاس مک آرتور و والتر کروگر خدمت میکرد. پس از پرل هاربر، ژنرال جورج سی مارشال او را به واشنگتن فراخواند تا مسئولیتی برای طرح‌های جنگی انجام دهد. او در نوامبر 1942 فرماندهی نیروهای متفقین را بر عهده داشت که مهاجم هجوم به فرانسه بود، یعنی نبرد نورماندی، همون اینویشن آف نورماندی در سال 1944. ما این کلیپ رو تو پادکست یونیورسیتی آپلود کردیم و پیشنهاد میکنم برید اون رو ببینید. یکی از تاثیرگذارترین نبردها در طول جنگ جهانی دوم و حتی کل دنیا بود. پس از جنگ او رئیس دانشگاه کلمبیا شد. سپس مرخصی گرفت تا فرماندهی عالی نیروهای جدید ناتو را که در سال 1951 جمع‌آوری شده بودند به عهده بگیرد. فرستادگان جمهوری‌خواه به مقر او در نزدیکی پاریس او را متقاعد کردند که در سال 1952 برای ریاست جمهوری نامزد شود. او با مذاکره از روی قدرت نظامی تلاش کرد تا فشارهای جنگ سرد را کاهش دهد. در سال 953 میلادی امضای یک آتش‌بس صلح مسلحانه را در امتداد مرز کره جنوبی به ارمغان آورد که باعث جدا شدن 2 کره از همدیگه شد. مرگ استالین در همان سال باعث تغییری در روابط آمریکا با روسیه شد. رهبران جدید روسیه با یک معاهده صلح برای خنثی‌سازی اتریش مقاومت کردند. در همین حال روسیه و ایالات متحده هر دو بمب هیدروژنی ساخته بودند. با تهدید چنین نیروی مخرب در سراسر جهان، آیزنهاور به همراه رهبران دولت‌های بریتانیا، فرانسه و روسیه در ژوئیه 1955 در ژنو سوئیس ملاقات کرد. رئیس جمهور پیشنهاد کرد که ایالات متحده و روسیه نقش‌های تأسیسات نظامی دیگر را مبادله کنند و در داخل کشورمان امکاناتی برای عکسبرداری هوایی به کشور دیگر فراهم کنند.
روس‌ها با سکوت از این پیشنهاد استقبال کردند، اما در طول جلسات آنقدر صمیمانه برخورد کردند که تنش‌ها کاهش یافت. ناگهان در سپتامبر 1955 آیزنهاور در دنور کلرادو دچار حمله قلبی شد. ما همینجا کلیپ رو تموم میکنیم. خداحافظ. اما نه، خیلی باقی مونده. پس از 7 هفته او بیمارستان را ترک کرد و در فوریه 1956 پزشکان بهبودی او را گزارش کردند. در نوامبر برای دومین دوره خود انتخاب شد. در سیاست‌های داخلی رئیس جمهور یک مسیر میانی را دنبال کرد و بیشتر برنامه‌های نیویل دیل و فیر دیل را ادامه داد و بر بودجه متوازن تاکید داشت. با شروع جداسازی مدارس او نیروها را به لیتل راک، آرکانزاس فرستاد تا از تبعیت از دستورات دادگاه فدرال اطمینان حاصل کنند. او همچنین دستور حذف نیروهای مسلح را صادر کرد. او نوشت: هیچ شهروند درجه 2 نباید در کشور وجود داشته باشد. آیزنهاور بر حفظ صلح جهانی تمرکز داشت. او با خوشحالی توسعه برنامه اتم برای صلح خود را تماشا کرد. وام اورانیوم آمریکا به کشورهای نداشتن برای اهداف صلح‌آمیز. قبل از اینکه در ژانویه 1900